به نام خداوند جان و خرد. شیرین است و جزو 10 زبان اول دنیا. نقلمون رو شروع میکنیم از داستان شاهنامه حکیم طوس ابوالقاسم فردوسی. تو پیوسته شد مهر دل بر جهان، به خاک اندر آرد سرش ناگهان. قدمت زبان فارسی به بیش از 2500 سال پیش میرسد و همکنون زبان رسمی کشورهای ایران، افغانستان و تاجیکستان است. شاعر که آوازه شهبیدان ز سرها بریدن بود جاویدان. زبان فارسی از مرزهای ایران پارو فراتر میذاره و در شبه قاره هند قرنها زبان رسمی اونجا بوده. از نتایج این رواج زبان فارسی در هند امروزه میتونیم حضور واژه‌های متعدد فارسی رو در زبان هندوستانی و در زبان اردو که در پاکستان هست ببینیم. زبان فارسی در برهه‌ای از دوران با واژگان غریب درآمیخت، اما فردوسی با اشعارش در قالب شاهنامه نجات بخش این ستون فرهنگ ایرانیان شد. اون پیوستگی مرزی که داشتیم در دوره ساسانیان بعداً دیگه تو دوره صفویه میبینیم و اونها هم یکی از راههایی که خواستن این پیوستگی حفظ بشه دوباره شاهنامه رو زنده کردن و در همه محافل خوانده میشد. امروز 25 اردیبهشت است، سال روز پایان شاهنامه فردوسی که به نام بزرگداشت زبان فارسی نیز نامگذاری شده است. خیلی رنج بردن تا زبان فارسی به اینجا رسید. این سالها زبان فارسی از سوی برخی کلمات و اصطلاحات در محاوره و پیام‌ها مورد تهدید است. معمولاً هم این اتفاق زمانی میفته که این جمله ها مطلوب قشر جوانتر جامعه قرار گرفته و برای اونا مطلوب تر بوده. حالا به لحاظ مفاهیم، اون مفاهیمی رو که برگشته از احساسات درونی این بچه ها هستش رو اینا میاد منتقل میکنه. وزال پس زبان ما بیانگر هویت ما ایرانیان است. پس فارسی را پاس بداریم. مسعود محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، کرمان.